از این به بعد سزا رو اینطوری درست کن. سیرا رو رنده کن، یه مقدارش رو بردار، روغن زیتون، یکم نمک و یکم هم فلفل سیاه و هم بزن که خوب با هم دیگه مخلوط بشن. بعد مایه مخلوط شده تو با نونهای توستی که از قبل مکعبی آمادهشون کردی آغشته کن تا طعم خوب بگیرن. حالا یه تیکه سینه مرغ بردار، روغن زیتون و نمک و فلفل و سیر رو بهش اضافه کن، ماساژ بده. بعد بذار داخل یخچال 1 ساعت استراحت کن. حالا نونای توستی که از قبل آماده کردی رو داخل تابه بریز تا خوب ترد بشن و بعد نوبت گریل کردن سینه مرغه. نوبت به سس خوشمزه سزار میشه. 2 تا زرده تخم مرغ رو از سفیده جدا میکنیم، یکم سرکه بالزامیک بهش اضافه میکنیم و تون تون رو بخار کتری هم میزنیم. بعدش یکم سیر اضافه میکنیم، سس سفید و یه مقدار سس خردل. نمک و فلفل هم اضافه میکنیم و کامل اینا رو با هم میزنیم تا خوب با هم مخلوط بشن. حالا برای اینکه بخوای سست یه مقدار خوشمزه تر بشه و یه مقدارم رقیق تر، یکم پنیر پارمیسان بهش اضافه میکنیم و یه مقدارم روغن زیتون. فراموش نکنید که منو فالو کنید و این پست منو بفرستین برای دوستاتون که سزا رو دوست دارن تا بتونن اونا هم منو فالو کنن.